آیا میدونستین که بوتاکس در زمینه چشم پزشکی هم کاربرد داره؟ از کاربردهای بوتاکس در زمینه چشم پزشکی میتونیم به تزریق در بلفارواسپاسم مایوفیشیال اسپاسم اشاره بکنیم. انقباضات غیر ارادی پلک، اطراف پلک، عضلات اطراف دهان. میتونیم در تزریق بوتاکس در زمینه افتادگی ابرو استفاده بکنیم برای درمان کراتیت‌های طول کشنده، افتادگی پلک کیمیکال و شیمیایی برای بیمار ایجاد بکنیم. در درمان سردردهای میگرنی کاربرد داره، در درمان برخی از انحرافات چشمی به صورت موقت در بیمارانی که در لیست عمل جراحی قرار دارن و کاربردهای دیگری که در زمینه دیستونی‌های گردن و زمینه زیبایی چشم‌ها و پلک و ابرو ازش استفاده می‌کنیم. برای همه بیماران میتونیم بوتاکس انجام بدیم به غیر از بیمارانی که میاستنی گراویس دارن، بیماری MS دارن، در دوره بارداری و شیردهی قرار دارن، از آنتی بیوتیک‌های مثل جنتامایسین استفاده کردن و یا عفونت لوکال و یا سیستمیکی در بدنشون هست، ما تو اون طول دوره نمیتونیم براشون تزریق بوتاکس کنیم. بوتاکس یک داروی بسیار امنه، غیر از عوارضی که در دست آدم‌هایی که ممکنه تبخر کافی نداشته باشن برای بیمار ایجاد میشه که یکی از مهمترینشون افتادگی پلک یا پتوز هست. اگر ایجاد بشه ما با قطره آپراکلونیدین و یا جایگزینش بریمونیدین به صورت موقت درمانش میکنیم. امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه.